سلام، نرگس صادقی گلشن هستم. جلسه 4 آموزش نرم افزار فتوشاپ. برای این جلسه میخوایم مشابه این شیت رو با هم آماده کنیم. خب در مرحله اول اگر یادتون باشه ما یه فایل سورس آماده کرده بودیم تحت عنوان کادربندی یا حالا بک‌گراند که گفتیم اینو به عنوان اصل فایلمون ذخیره میکنیم و هر وقت میخوایم نقشه های بعدی رو آماده کنیم این فایل رو توی فتوشاپ باز میکنیم و اول کار از اون یک سیو از میگیریم تحت عنوان نقشه جدیدی که میخوایم کار کنیم. مثلا من نقشه شماره 5 رو میخوام آماده کنم. گفتیم اصل فایل رو تغییر نمیدیم، دائم ازش سیو از میگیریم و نقشه های مختلف یا حالا شیت های مختلفمون رو آماده میکنیم. خب همین ابتدا از پنل لیر بچه ها گروه کادربندی رو قفل کنید که دیتا های دیگه، لایه های دیگه که وارد این صفحه همون میکنیم، آیتم ها یا لایه هایی که در گروه کادربندیمون قرار داره انتخاب نشه یا تغییر پیدا نکنه. اینطوری راحت تر هست چون گروه کادربندی اتفاق ثابتیه که ما تو صفحه همون خواهیم داشت. خب بریم روی نقشه‌ای که من آماده کردم. من توی این شیت از یک نقشه اتوکدی به عنوان نقشه مبنا استفاده کردم و کار تحلیل راه‌ها یا حالا گره‌های ترافیکی روی اون نقشه اتوکدی انجام شده. خب برای این کار ما باید نقشه اتوکد یا فایل اتوکد اون محدوده رو داشته باشیم. حالا من برای اینکه شما بتونید تمرین کنید حتما فایل‌هایی که احتیاج دارید رو توی کانال خواهم گذاشت. من فایل اتوکد محدودم رو دارم و فایل کد رو در نرم افزار اتوکد باز میکنم. من الان میخوام یه خروجی از اتوکد داشته باشم که قابلیت باز شدن در نرم افزار فتوشاپ رو داشته باشه. خروجی مشترک خروجی PDF هست. من از فایل اتوکدم میخوام خروجی PDF بگیرم که توی نرم افزار فتوشاپ بتونم باز کنم. من جوری توضیح میدم که بچه‌هایی هم اگر هیچ آشناییتی با اتوکد نداشته باشن خیلی راحت مثل هر نرم افزار و برنامه دیگه‌ای که اجراش میکنن این برنامه رو اجرا کنن، البته به شرطی که اتوکد روی سیستم هاتون نصب باشه. به راحتی فایل رو باز میکنیم مثل باز کردن هر فایل دیگه‌ای که توی نرم افزار مخصوص به خودش باز میشه. از اینجا به بعدش رو جوری توضیح میدیم که بچه‌ها بتونن خروجی PDF رو داشته باشن. من برای اینکه خروجی بگیرم باید از دستور پلات عمل کنم. یه توضیح بدم که نرم افزار من چون ورژن قدیمی هست، ورژن 2007 هست، ممکنه با نرم افزارهای شما خیلی متفاوت باشه، ولی من به دلایلی ورژن های قدیمی رو ترجیح میدم کار کنم، ولی دستورها یکی هست بچه. من از نوار منو گزینه فایل رو انتخاب میکنم و بعد گزینه پلات رو باید پیداش کنم یا دکمه های کیبورد کنترل و پی رو انتخاب میکنم. خب کنترل و پی رو انتخاب میکنید، صفحه پلات باز میشه. یه سری تنظیمات رو این قسمت بعد انجام بده. از قسمت پیج ستاپ، قسمت نیم، حتما گزینه پریویوس رو انتخاب کنید. روی این پنل که کلیک میکنید گزینه پریویوس رو انتخاب میکنید. قسمت پرینتر و پلاتر رو پیدا میکنید. اینجا تو حالت عادی ما میخوایم به اتوکد بفهمونیم که سیستم ما بشه پرینتری وصل هست، ولی الان ما میخوایم پرینت داخلی بگیریم. پس از قسمت پرینتر و پلاتر قسمت نیم گزینه DWG تو PDF رو انتخاب میکنیم. DWG پسوند فایل هاییه که در نرم افزار اتوکد آماده میشه، مثل فایل های فتوشاپ که PSD هست، اتوکد DWG هست. ما DWG رو انتخاب میکنیم تو PDF. درست؟ آیتم بعدی که باید پیدا کنید بچه ها پیپر سایز هست. از قسمت پیپر سایز فرمت A3 رو انتخاب میکنید، کاغذ A3 رو براش تعریف میکنید. یه قسمت دیگه که باید تنظیم کنیم پلات اریا هست و وات تو پلات. 2 تا آیتم داره. آیتم اول رو باید حتما گزینه ویندو رو انتخاب کنید تا این دکمه ویندو یا آیتم ویندو براتون فعال بشه. ویندو رو که انتخاب کنیم وارد صفحه میشه. قبل از اون 2 تا آیتم دیگه من میخوام توی این صفحه حتما فعال باشه. یکی قسمت پلات اسکیل، فیت تو پیپر حتما فعال شده باشه، به این معنایی که اون محدوده‌ای که شما انتخاب میکنید به کد میفهمونید که متناسب با ابعاد کاغذتون فیت و متناسب اون کاغذتون بشه. و سنتر د پلات یعنی اینکه اون محدوده‌ای که میخوایم پرینت کنید وسط کاغذتون بیفته، نبره گوشه های کاغذ. و تنظیمات دیگه‌ای هم داره که الان توی این مرحله ما بهش احتیاج نداریم.
من اگر دکمه ویندو رو کلیک کنم وارد محیط اتوکد میشه. این کلیک میکنم وارد محیط اتوکد میشه. حالا من باید بهش بفهمونم که کدوم قسمت از این نقشه رو برای من انتخاب کنه. به این کار میگن یه پنجره انتخاب کردن یا یک ویندو ترسیم کردن. خب ببینید تو حالت عادی اگر بخوام بگم مثل این مونه که من از یک نقطه کلیک کنم و دستم رو به سمت چپ حرکت بدم، یک مربع یا یک مستطیل برای شما میکشه. من نقطه اول یک سر قطر این 4 ضلعی رو دارم بهش معرفی میکنم و با کلیک بعدی قطر دیگری از این 4 ضلعی رو دارم بهش معرفی میکنم. اگر پریویو بگیرم برای شما یعنی پیشنمایش، من قسمت خالی اتوکد رو انتخاب کردم، همون قسمت خالی رو برای من داره نشون میده. خب حالا میخوام بهش بفهمونم که یه قسمت مشخصی رو، پس ویندو رو که کلیک کنید بچه‌ها وارد محیطتون میشه. حالا یه آیتم رو من همینجا بگم چون ممکنه اذیت کنه بعضی بچه‌ها. ببینید وقتی بچه‌ها من زوم میکنم، زوم کردن توی اتوکد مثل با کمک موس هست بچه‌ها. من غلطک موس رو که به سمت داخل حرکت بدم زوم این میشه، به سمت برعکسش حرکت بدم زوم اوت میشه. ما تو فتوشاپ برای اینکه زوم این و زوم اوت رو داشته باشیم حتما باید دکمه آلت کیبورد رو بگیریم، ولی تو اتوکد بهش احتیاجی نیست. من اگر یکم زوم کنم میبینید موس رو که حرکت بدید نزدیک خطوط بیارید، به صورت پیشفرض نقاطی که ما برای اتوکد تعیین کردیم و سعی میکنه برای ما انتخاب بکنه. یه وقتایی این دستور اگر فعال باشه ما رو اذیت میکنه. ببینید الان گزینه اند پوینت رو نشون میده، مسلما نقطه انتهای یک خط هست. خب و حالا اون نقاطی که ما براش تعریف کنیم، مثلا الان نیرسته میگرده نزدیک ترین نقطه رو به موس شما پیدا میکنه. من یه وقتایی این دستور اذیتمون میکنه، خاموشش میکنه. دکمه ای که این آیتم یا ابزار رو فعال میکنه بچه‌ها دکمه F3 کیبورد هست. اگه دقت کنید این پایین اسنپ آف و اسنپ آن برای ما مینویسه. من الان روشنش کنم میشه اسنپ آن، دوباره خاموشش میکنم اسنپ آف. تو این حالت من دوست دارم خاموش باشه چون من کادر مشخصی تعریف نکردم و به صورت چشمی میدونم که یه همچین محدوده رو میخوام انتخاب کنم، چون این چند ضلعی نامنظمه که کرو داره، پارک لاله است. من یه همچین محدوده رو میخوام انتخاب کنم. خب تو همین مقیاس تو همین زوم هستم، خیابون ها رو میشناسم، تسلط دارم، میدونم کدوم محدوده رو میخوام. یه قسمتی رو کلیک میکنم، این شروع پنجره یا قابم، و قسمت بعدی در اینجا کلیک میکنم. درسته؟ یه پریویو میگیرم. خب نقشم رو داره به من نشون میده. حالا من میخوام باز احساس کردم مثلا خوب انتخاب نکردم، دوباره دکمه اگزیت یا روی این صفحه راست کلیک میکنم، اگزیت رو انتخاب میکنم، مجددا ویندو رو انتخاب میکنم. مثلا میخوام یه محدوده برفرض بیشتری رو انتخاب بکنم، مثلا میگم این محدوده رو میخوام انتخاب بکنم. دوباره پریویو میگیرم که مطمئن بشم محدوده رو به خوبی انتخاب کردم. محدوده مورد رضایت هم هست، راست کلیک و گزینه پلات رو انتخاب میکنید. پلات رو که انتخاب میکنید ازتون میپرسه که کجا من برای شما این فایل رو ذخیره کنم. من مثلا حالا دسکتاپ نیو فولدر میگم منطقه 6 که حالا خودش نوشته منطقه 6 مدل پی دی اف، و حتما هم ببینید اینجا گزینه جز پی دی اف فعال نیست و گزینه سیو رو انتخاب میکنیم. این داره برای ما فایل پی دی اف رو ذخیره میکنه. خب میرم به آدرسی که فایلم رو ذخیره کردم، فایل پی دی اف رو در فتوشاپ باز میکنم. راست کلیک اوپن وید فتوشاپ. خب الان میاد فایل توی فتوشاپ باز میشه. همچین پیامی ظاهر میشه. خب یه صفحه هست اینجا برای وقتی که از ما میخواد بپرسه کدوم صفحه پی دی اف رو میخوایم باز کنیم. تک صفحه هست، من فقط اوکی رو انتخاب میکنم. حالا کاری که هست، من باید این لایه رو به پنجره کاری، داکیومنت یا سندی که داشتم کار میکردم اضافه کنم. راه‌های مختلفی برای انتقال لایه بین سندها وجود داره. من خودم عادت کردم ابزار موو که انتخابش میکنم، درگ میکنم، فایل رو جابجا میکنم تو سندی که میخوام کار کنم. خب راه‌های دیگه ای هم وجود داره، اینها رو هم با هم کار میکنم. یکی این که من برای اینکه یه لایه رو کپی کنم
گزینه سربرگ لیر و گزینه داپلیکیت رو انتخاب میکردم. آیتمی که اینجا وجود داره اینه که داپلیکیت میتونیم بهش بگیم که تو کدوم سند میخوایم از این لایه‌مون کپی بگیریم، یعنی دستینیشن یا مقصدش رو تعیین میکنیم و اینجا اسم داکیومنت ها رو نوشته بچه‌ها. الان چون ما تو صفحه منطقه 6 هستیم، ببینید تب اینجا اسم منطقه 6 رو نوشته، داکیومنت رو هم منطقه 6 مشخص کرده. اگر کلیک کنید تب‌های فعالتون رو معرفی میکنه، تب‌هایی که تو فتوشاپتون بازه، مثل همین نقشه شماره 5 من و منطقه 6. یا اینکه میپرسه ازتون میخوایم توی تب جدیدی باز بکنه براتون کپی بگیره. من میگم در تب یا داکیومنت نقشه شماره 5 هم کپیش کن و اوکی. اگر بریم به تب نقشمون میبینیم که کپی گرفته برام. یا اینکه میتونم اینجا لایم در حالت انتخاب گزینه سلکت، سربرگ سلکت و گزینه آل یا دکمه های کنترل و آ رو انتخاب میکنیم، بعد از سربرگ ادیت کپی رو انتخاب میکنیم، بعد میریم به داکیومنت یا سندی که داریم کار میکنیم، ادیت و پیست رو انتخاب میکنیم. هر کدوم که راحت هستید براتون لایه رو بین سندها یا بین تباتون انتقال میده و کپی میکنه. خب الان متوجه بشیم که من باید 90 درجه این رو بچرخونم، چون جهت معابر رو حالا محدودم و برعکس شده. کنترل و تی کیبورد رو انتخاب میکنم، از اینجا قسمت زاویه منهای 90 رو تایپ میکنم و اینتر. خب ابعاد نقشه خیلی بزرگه، کنترل و تی رو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم و تا جایی که مد نظرمه کوچیک میکنم. به ابعاد مد نظر که رسید رها میکنیم و اینتر رو انتخاب میکنیم. خب این یک زمانی میبره و با ابزار موو من جابجاش میکنم نقشه. خب من به این طریق تونستم نقشه‌ای که در فایل اتوکد وجود داشت و وارد فایل PSD و محیط فتوشاپ بکنم. خب بیایم اینجا. اگه دقت کنید نقشه کدی که نقشه بیس من هست یک پشت زمینه سفیدی، انگار یک کاغذ سفیدی پشتش قرار داره و من خطوط تصویر ماهواره‌ای که جزء بک‌گراند هست و اینجا نمیبینم، ولی الان تو محیط فتوشاپ من شما دارید همچین چیزی رو میبینید. یه امر کاملا سلیقه‌ایه. ما میتونیم یه صفحه پشت سفید یا صفحه سفید رنگ براش قرار بدیم. من لایه کدم رو انتخاب میکنم. خب در حالت انتخاب قرار میدم که 4 تا لبه فعال بشه. بعد از خط کش هام کمک میگیرم خطوط محوری رو ترسیم میکنم. چرا گفتم لایه رو در حالت انتخاب قرار بدید؟ چون وقتی خطوط محوری رو کلیک میکنید و هدایت میکنید براتون به سمت لایه‌تون، خودش قفل میکنه روی این لبه ها و من میخوام بعداً یک مستطیلی بکشم که دقیقاً متناسب و هم اندازه این مستطیلی باشه که نقشه کدم وجود داره. خب خطوط راهنما رو ترسیم کردم، یک لایه جدید ترسیم میکنم با ابزار ریکتنگل. من خیلی هم زوم نمی کنم چون مطمئنم که قفل میکنه به روی خطوط محوری. از این قطر کلیک میکنم تا به قطر مقابلش و میبینید قفل کردین ریکتنگل من. خب رنگ سفید رو انتخاب میکنم. ببینید الان تو پالت رنگ من 2 تا رنگ مختلف وجود داره. من نمیام برم کلیک کنم بگم رنگ سفید رو به من بگو. همیشه بای دیفالت پیش زمینه اینجا میبینید 2 تا مربع کوچیک داره، سفید و مشکی داره. روی این کلیک کنید تبدیلش میکنه به سفید و مشکی. حالا من سفید رو میخوام، با این دکمه سویچ میکنم، سفید رنگ روتر قرار میگیره. سطل رنگ رو انتخاب میکنم و کلیک میکنم. کار تمام شد. کنترل دی. خب از پنجره لیر بعد جابجاش کنم دیگه. بالاتر از نقشه کد من قرار گرفته. من اینجا می نویسم اتوکد. بالاتر از نقشه کد من قرار گرفته. این لایه 8 رو جابجا میکنیم. قسمت زیرین نقشه اتوکدمون قرار میگیره و جابجا میشه. حالا به خطوط راهنما احتیاج ندارم. از قسمت ویو کلیر رو انتخاب میکنیم. خطوط راهنما پاک میشه. الان که میخوام توی محیط فتوشاپم بچرخم دستور موو انتخاب میکنم، نمیذارم رو دستور دیگه‌ای به غیر از دستور موو فعال باشه. خب پشت زمینه سفیدم ایجاد شد. سلیقه‌ای، دوست داشتید میذارید بمونه، دوست نداشتید هم حذفش میکنید، اون به عهده شماست. فقط یه آیتم دیگه من همینجا آموزش بدم. یه موقع اینه که شما نقشه کد ندارید، مثلا تصویر اون نقشه رو پیدا کردید، مثلا نمیدونم از یه سایتی یا حالا من خودم تو کانال گذاشتم، ما فایل تصویرش رو داریم، فایل جی پیگش رو داریم. حالا چجوری از این هم میتونیم استفاده کنیم و تغییرش بدیم.
خب من فایل تصویریشم براتون تو کانال گذاشتم. خب فایل تصویر رو باز میکنم در نرم افزار فتوشاپ. خب مشابه آیتم هایی که جابجا میکردیم، لیر داپلیکیت میکنم برای آدرس نقشه شماره 5. اوکی، دوست داشتید حتی اسمش هم میتونید تغییر بدید. خب وارد این فایل میشم. من نقشه اتوکد رو از پنجره لیر خاموش میکنم با بک‌گراندش. اتفاقات رو برای این تکرار میکنه. خب مجددا جهتش فرق میکنه. من کنترل و تی رو انتخاب میکنم، اینجا منهای 90 رو تایپ میکنم و اینتر، و شیفت رو نگه میدارم و عکس رو کوچیک بزرگ میکنم و اینتر. خب الان میبینید حالا این برعکس اون یکیه. اون یکی ما داشتیم تصویر بک‌گراند رو میدیدیم، این یکی پشت نقشه کدی من انگار یه نقشه سفید یا یک تصویر سفیدی وجود داره، که این به خاطر این بوده که فایل PDFی که خروجی گرفته شده از اتوکد بعداً تبدیل به فایل تصویر شده. اینها مباحثیه که مربوط به دیتاهایی یا فایل هایی هستن که یا برداری هستن یا پیکسلی و نقطه‌ای هستن. مثلا خروجی هایی که از نرم افزار اتوکد داریم برداری هستن، کیفیتشون بالاست، ولی خروجی هایی که تصویر هستن، جی پیگ هستن، اینها پیکسلی میشن، یه مقدار کیفیتش پایین‌تره. حالا اگر من فایل تصویر داشتم، جی پیگ داشتم و خواستم استفاده کنم چی؟ خب بحث سلیقه‌ای. اگه دوست دارید که سفیدی پشتش باشه، یعنی خطوط پارسل ها و خطوط راه ها روی یک بک‌گراند سفید قرار داره، که خب مشکلی نیست. اما اگر دوست نداشتیم و دوست داشتیم که این سفیدی ها رو حذف کنیم، ما میتونیم با دستور ماجیک این کار رو انجام بدیم. لایه مد نظرمون رو انتخاب میکنیم. الان حالا تو فایل من به اسم بک‌گراند هست. خب من به اسم تصویر می نویسم که متوجه بشید. لایه تصویر رو انتخاب میکنم. ماجیک رو یک کوچولو با هم کار کردیم. ماجیک بر اساس دایره رنگ پیش میره یا اون شعاع رنگ پیش میره. تلرانسش هم میذارم رو پیش‌فرض خود فتوشاپ که عدد 32 هست. من روی یکی از این سفیدی ها کلیک میکنم. فقط مهمیش اینه که از پنجره لیر حتما این لایه فعال باشه. مهم نیست کدوم رنگ سفید. یکی از این سفیدها رو کلیک میکنیم، انتخاب میکنیم. بعد از نوار منو گزینه سلکت و گزینه سمیلار رو انتخاب میکنیم، یعنی به فتوشاپ میفهمانیم که مشابه این رو برای من انتخاب کن. این میگرده تمام سفیدی های موجود تو لایه رو براتون پیدا میکنه. البته این واقعا بستگی به کیفیت رنگ، کیفیت تصویر داره و اینکه خب همه از یه درجه روشنایی باشن. اگر سفیدی های مختلف باشه یا یک رنگ از یک خانواده باشه ولی تونالیته های مختلف، یکم سخت‌تر باید در واقع باش پیش برین. توی چند تا دستور باید پیش برین. این تمام سفیدی ها رو انتخاب کرد. خیلی خب من دکمه دیلیت کیبورد رو انتخاب میکنم، کنترل دی. این هم تبدیل شد به یک نقشه‌ای که انگار از فایل خود کد ما آوردیم و فقط خطوط چی رو داریم میبینیم؟ خطوط دانه بندی رو داریم میبینیم. این بحث یه سلیقه‌ایه، حالا هر کدوم که خودتون خواستید. فقط خواستم آشنا بشید که چجوری میشه با دستور ماجیک کار کرد. حالا من با این لایه کار ندارم، پاک میکنم، لایه های قبلیمو فعال میکنم. بریم ادامه که ببینیم ادامه فایلمون چه دیتای دیگه‌ای داره که بخوایم آمادش بکنیم.